سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو و به کانال خودتون. من حسام پاینده هستم و امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور بتونید دانلود از اینستاگرام داشته باشید. حالا چه دانلود پست هست، چه دانلود ویدیو، استوری، هایلایت و غیره. اینا رو کلا بهتون یاد میدم. سریع بریم سراغ آموزش. چند تا روش، 4-5 تا روش بهتون میگم و مهمترین و سریعترینش رو آخر ویدیو بهتون میگم. بریم سراغ ادامه آموزشمون. روش اولمون دانلود از بات تلگرامیه. خب وارد تلگرامتون میشید، بالا قسمت ذره بین رو میزنیم، اینجا سرچ میکنیم دانلودر گرام بات. اینجا برامون نمایش داده میشه. قبل از هر چیزی بهتون بگم که چه بات تلگرامی معرفی کردم، چه برنامه معرفی کردم، هر سایتی معرفی کردم توی این ویدیو، توی کانال تلگرامیم که آیدیشو اینجا میذارم، همشو یه جا میذارم واسهتون که دیگه نخواهید سرچ کنید یا زحمت زیادی بکشید. همون وارد تلگراممون میشید اگر خواستید و اونجا مستقیما وارد سایت برنامه و اون بات تلگرامی میشید. اگر برنامه معرفی کردم که حتما اونجا فایلشو میذارم که بتونید به راحتی دانلود کنید. خب اینجا من استارت رو میزنم و دانلود انواع پست، دانلود هایلایت، استوری و اطلاعات کاربر اینجا هست. هر کدوم که خواستید میتونید بزنید. من دانلود انواع پست رو میزنم. اینجا به هم میگه برای استفاده از ربات باید وارد کانالم بشی. وارد کانالشون میشم، جوین رو میزنم و خارج میشم دوباره و از اینجا از اول دانلود انواع پست رو میزنم. اینجا به هم میگه که لینک اون پست دلخواهت رو اینجا وارد کن. خب من یه پستی حالا توی اینستا ببینم، مثلا این پست، مثلا این پست، اینجا کپی لینک رو میزنم و دوباره وارد اینجا میشم، پیست رو میزنم و میزنم بره براش در حال بررسی و اینجا میتونم به راحتی اینو دانلودش کنم. گزینه دوم برنامه اسنپتیکه که هم توی آیفون قابل دانلوده و هم توی اندروید. دانلودش که کردید همونطور که گفتم توی کانال تلگرامی بیاید مستقیم اینجا میتونید دانلودش کنید. واردش میشید. تو اینجای ویدیو رو دیدی پس حتما خوشت اومده دیگه. حتما دکمه سابسکرایب رو بزن، لایک رو هم بگو. بریم دوباره سراغ آموزش. خب وارد برنامه که شدید از بالا چند تا گزینه واسهتون میاد: تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. شما روی اینستاگرام ضربه میزنید و حالا همون کپی که از توی اینستاگرام داشتم دوباره اینجا هم پیست میزنم. اینجا پیست که زدم این گزینه رو میزنم و صبر میکنم تا دانلود بشه. واسم بالا میاد و حالا دانلود رو میزنم. صبر میکنم تا دانلودش تکمیل بشه. بعد از اون سیو رو بزنید حتما و توی گالریم بازم سیو میشه. همینطور که میبینید سیو شد بازم. گزینه سوم استفاده از اینستاگرام مده. اینستاگرام مد شده که اونجا میتونید هر کاری بکنید. دانلود پست ها داشته باشید، دانلود استوری داشته باشید، مثل همین جی بی واتساپ و اینا که هست. جی بی اینستا فکر کنم بازم باشه. حالا دقیق آمارش آنچنان ندارم چون دانلود نکردم. از اون طریق به راحتی میتونید پست ها رو، استوری ها رو دانلود کنید، ولی اصلا توصیه نمیشه. مخصوصا اونایی که پیج کاری دارن که اصلا توصیه نمیشه، چون هر آن ممکنه که اینستاگرام بفهمه که شما اینستاگرام اصلی نصب نکردید و شما رو از اینستا به کل حذف کنه و بیرون بندازه. پس جلوگیری میکنیم از این چیزا و اگر که راحت تر دانلود کردنش همون نصب نکنیم بهتره. همون از اینستاگرام اصلی استفاده کنید و حالا روش هایی که من میگم میتونید دانلود ها رو داشته باشید. چهارمین مورد استفاده از اینستاگرام اصلیه. خود اینستاگرام. وارد اینستاگرامتون که بشید، روی ریلز هاتون که باشید، این قسمت موشک رو بخواید بزنید، این قسمت دانلود میاد. واسه هر پستی نمیاد ولی بیشتر پست ها الان این گزینه رو دارن. استوری و غیره که هیچ کدومشون ندارن، فقط بعضی از ریلز ها این گزینه واسهتون میاد. میتونید این گزینه رو بزنید و دانلود شه. الان مثلا من میزنم دانلودینگ رو میزنه، ولی بعضی وقتا من دیدم که موقعی که دانلود میکنی بدون صدا دانلود میشه. یعنی مثلا واسه یه آهنگی، واسه یه چیزی که بخواید مثلا استفاده کنید،
کلا موقعی که بخواید دانلود کنید بعضی وقتا بدون صدا میاد و این فایده نداره. حالا احتمالاً که باگش کم کم برطرف بشه و بیشتر پستایی که دانلود میشه خوبه، ولی بعضی از پست‌ها این باگو داره که بدون صدا دانلود میشه. مورد پنجم و مورد آخر و مهمترین مورد و سریعترین مورد، وارد مرورگرتون میشید، از قسمت پایین اسنپ اینستا دات اپ رو میزنید، سرچ میکنید، صبر میکنید تا بالا بیاد. اینجا هر چیزی رو پیست کنید میتونید دانلود رو بزنید و دانلودش کنید. دیگه نه نیازیه که برنامه نصب کنید، نه نیازی که وارد تلگرام بشید، بات تلگرامی نصب کنید، هیچ چی نیاز نیست. توی مرورگرتون میرید و اینو پیست که کنید، دانلود ویدیو رو میزنید و ویدیوتون دانلود میشید. دیگه هیچ دردسری هم نداره. خیلی خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. میدونم که تا اینجای ویدیو که اومدید حتما خوشتون میاد دیگه. دکمه سابسکرایب رو بزنید چون توی کانالم ویدیوهای این سبکی رو زیاد میذارم، آموزش موبایلی، ترفند موبایلی، آموزش ادیت و غیره. همه کارهایی که با موبایل میتونی انجام بدی توی کانالم هست و میتونی استفاده کنی و قراره بیشتر هم بذارم. اگر حمایت کنید که من میتونم با انرژی بیشتری ویدیو بذارم. لایک ویدیو هم یادت نره، نظر تو توی کامنت ها حتما بهم بگو. خیلی ممنونم، خداحافظتون.